دوستان یه موضوعی که خیلی مطرحه توی زیرساخت سیستم‌های VRF بحث رفنت جوینت ها هست و فواصلی که بین رفنت جوینت ها میتونیم داشته باشیم. این یه دونه رفنت جوینت یا وایبرنت سیستم VRF که توی سیستم‌های VRF برای لوله کشی استفاده میشه. همونطوری که بهتر میدونید رفنت جوینت کاری انجام میده که وقتی که یک خط وارد میشه به دو تا خط میاد اینو تقسیمش میکنه. چند تا نکته راجع به رفنت جوینت ها هست. یکی از مسائل مهم اینه که شما فواصل بین رفنت جوینت هاست. خیلی وقتا سوال میشه که وقتی ما رفنت جوینت اولو میزنیم و در ادامه یه رفنت جوینت دیگه داریم با چه فاصله باشه؟ حداقل فاصله ای که دارن 1 متر. شما باید 1 متر تا رفنت جوینت بعدی فاصله داشته باشید. این نکته بسیار مهمیه. یه تایمایی هست که شما مجبورید بعد از یکی از رفنت جوینت ها یا حتی قبل این رفنت جوینت یه زانو زده بشه. این زانو حداقل باید 50 سانتی متر فاصله داشته باشه تا رفنت جوینتتون. خیلی اگه این زانو نزدیک باشه ممکنه که تو یکی از این قسمت ها و انشابات بره و بعدها هم دوباره دچار مشکل میشه. پس حداقل فاصله ای که یه زانو داره حداقل باید 50 سانتی متر قبل یا بعدش ما در نظر داشته باشیم. یه صحبت دیگه هم که یه سری حالا رفنت جوینت ها، حالا بهش میگم مثلا شاید وایبرنت، شبیه وای انگلیسی تقریبا، بر برند های مثل دایکین، مثل LG اینا کاربرد داره. یه سری بهش میگن یو برنچ، اینا با هم هیچ فرقی ندارن، ولی تو کمپانی‌های مثل مدیا، یه سری دستگاه چینی میان از این استفاده میکنن که یه مقدار شبیه داس میمونه. به اینا میگن یو برنچ و به اینا میگن وای برنچ. هیچ فرقی نداره، فقط بنا به استاندارد هر کمپانی با همدیگه متفاوته. یه نکته بسیار مهمی هم که تو اجرا داره، حتما باید رفنت جوینت شما تراز باشه که این مبرد وقتی میخواد بیاد حرکت کنه به دو طرف بتونه راحت مبرد رو عبور بده. خیلی حواستون باشه، قطعا اینو میدونید که یه موقع رفنت جوینت رو اینطوری نباید بزنید، چون این باعث میشه که فقط میاد تو این خط پایین مبرد رد میشه و این خط بالا یه مقدار مبرد کمتری وارد میشه و سیستم دچار مشکل میشه. حالا تو رایزر چیکار کنیم؟ یه جایی مثلا رایزر شما عمودی دارید به این شکل، هیچ اشکالی نداره، اون دیگه وقتی مورد داره میاد اینجا میتونه خودشو تقسیم کنه. پس توی عمود زدنم رفنت جوینت هیچ اشکالی نداره با شرایط خاص خودش و بیشتر جاهام که افقی انجام میشه به صورت تراز به نظر من استفاده بشه خیلی عالی تره.